Assalomu alaykum akay Taj Muslim. Rahmat برای دستگیری و همه دادران و خواهران همه رحمت. با خواست خداوند من دادر میافتم، اما تون به رحمت من دادرم پیش مانده. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. برادری که او روز اعلان کرده بودیم که گم شده بود، شکر الله یافت شد. الله هر یک برادر و خواهری که لایک و کامنتاری و نوار با دیگران را اون کرد راضی باشد. یعنی دیدین که لایک شما انشاءالله که یک نجات یک برادر می شود. لایک شما، کامنتاری شما انشاءالله که با خوبی هر یک مو شما است. برادر و خواهرانی که کمک کردین، دستگیری کردین، الله راضی باشد از شما و دعاگو باشین. دعا را در حق ما فراموش نکنین. الله برکتتون تیا. سلام علیکم. حال این برادر را ببینید در چه حالت قرار دارد. والله قسم اگر سبب نشویم شاید که همین برادر را از دست بدیم. برادران و خواهران گرامی، لایک، کامنتار و نوار چی قدر میتونید با دیگران راه کنید تا که سبب کار خیر بشیم. برادران و خواهران گرامی، من ویدیو را کم ترک میمونم به خاطری که شاید که کم ترک страшний بعد ویدیو را یوتیوب دالید کنه. از هر یک شما خواهش میکنم بی‌طرف نباشین. سلام علیکم فرزندان عزیز، برادران عزیز. اگر خواهید دستگیری کردن این فرزند ما را به ما یاری رسانید. السلام علیکم برادر و خواهر و دودر و فرزندای عزیز و همتون سلام. من خواهش دارم که این بچه ما بیمار دستولت در مدت 1 سال 2 ماه شد که این بچه ما کسله، خیلی کسله. ما شرایط ما نمیتونیم یکون کار کردم. ما تو حد امکان حرکت کردیم که امیرم یکون خیلی یاردم کرده بتونیم. فقط دخترو قطعی نیم، فرزندو قطعی نیم، خیش دورو قطعی نتونستیم. که همه شما خواهش میکنم بچه ما رو دستگیری کنید، بچه که من یاردم کنید. این خیرهای کدکتون صدقه جاریتون باشه، این خیرهای کدکتون در نومه اعمالتون تا روز قیامت در دستگیر قیامتون شد. ثواب نویسه خداوند پروردگار. کسی که در همین کار خیر دست میزنه برکت در سرش، در کسب کار، در رزق و روزی، در تن جانشون بریزونه. خداوند چشم خود سرا و ظالمان نگهشون داره. پروردگار کرم رزقکو همه تا ای غیب ای حلال برسونه و خداوند کرم بچه‌کوی من شفای کامل عطا کنه. فرزندای من ساق برای سلامت بیاین. خداوند کریم همه شما رو برکت بده. خداوند الله اکبر. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب هستین؟ انشاءالله الله حفظتون کنه. مردم و خواهران گرامی، از هر یک شما خواهش میکنم به خاطر الله، همین پدر و مادری که میبینید از جگری سوخته به ما و شما مراجعت کرده استین، پدر و مادری که به خاطر فرزندشون شده روی اکران برآمده اشکی دیده میکنن که فرزندشون کمک کنیم. به خاطر الله بیا یک جا شویم همین برادری که بیمار است کمکش کنیم. کی چی قدر میتونه 10 روبل، 20 روبل، 100 روبل، 500 روبل قدرت به توانایی این برادر جگرش صاف کردگی است، باید که جگرش ایواز کنن. یعنی از هر یک شما خواهش میکنیم، خواهشی برادرانه بی‌طرف نباشین. کی چی قدر میتونه ویدیو را بی‌طرف نباشین، دستگیری کنین، با دیگران روان کنین و لایک کامنتاری را زیاد کنین تا که پهن شود همین برادر، سبب شویم که همین برادر دستگیری کنین. سلام علیکم برادران، اکو و اپو. خیلی مدت 1 سال زیادتر است که هم بیمار مادر این بالنیسای خود بالنیسای منصور نخو مقصد در تحت نظارت دکترها بودن. با یک خلاصه آمدن که مقصد فقط پریسد که گفته استن دیگه بالیچینی مقصد نمی شود. امیر اگر امکانیت باشد اگر دستگیری کنید. برای همین ما مسئولیت کردیم، پیش دکتراش رفتیم، دکترای جراح. کمتر مسئله سومش وزمینتر است، تا 140,000 ممکن مقصد شود. جراحی هم از کسلی ما و هم از اون آدمی که مقصد جگر میگیرن مقصد رسخود میشود. برای همین از همتون خواهش میکنیم که خیر کسی که چنی که خواهشش چنی زورستش چند که امکانیت باشد با امکانیتش هم امکانیت باشه، امکانیت که چون خطی
дастгирӣ кард.